با آهنگی، عجب ویدیو کلیپ به موقع و دقیق. درود، خیلی خوش اومدید به چنل خودتون پریفان میوزیک. قراره بریم با یک آهنگ ملی میهنی تاجیکستان با همدیگه همراه باشیم، بشنویم با همدیگه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک رو برای ما بزنید و در طول ویدیو با همدیگه کلی گپ خواهیم زد. شما هم نظراتتون رو در کامنت ها برای ما بنویسید. خیلی سریع بریم سراغ این موزیک ویدیو بسیار جذاب که برای ما فرستادید و با هم همراه شیم و لذت ببریم. برای اولین بار یک آهنگ بسیار زیبا با ویدیو کلیپ جذاب از جاوید نازیموف برای رهبر ملت، پیشوای در واقع تاجیکستان، جناب امامعلی رحمان خوانده شده. با هم بشنویم و لذت ببریم. رهبندی آسان از همه، ره باز کردن مشکل است، هر کار را به پیشکار آغاز کردن مشکل است. نقشه نمانده سرپر آسان گذشت شد کجا، رسول شد صد خون جگر، ره ساز کردن مشکل است. بدخشان میرسید، هر لب همه جان میرسید، یک جان بسد جسمی دیگر، کنساز کردن مشکل است. مهنت و مقصد و مرامی که ما داریم ما تنها برای خود نمیکنیم. این راهی حیات است، این راهی آینده آبادی و انکشاف و ترقیات دولت تاجیکان است. زنده باد، زنده. خیلی خوب. تو همین اینترو آهنگ قشنگ همه چیزو به تصویر کشید، به زیبایی از سختی‌ها و مسیر سخت سازندگی و آبادانی و تا این نیت بزرگی که ایشون داره برای کشورش. و واقعا داریم تاجیکستان رو روز به روز پیشرفته‌تر و قشنگتر می‌بینیم. روز به روز امکانات بیشتر برای مردم فراهم میشه، وضع زندگی بهتر. الان هم که راه‌ها و جاده‌سازی و جاهای سختی از صعب العبور ما بهش میگیم، یعنی جایی که خیلی سخت میشه گذر کرد، جاده کشی‌ها و در واقع رسیدگی‌های عمرانی و سازندگی بی‌نظیر تاجیکستان. باریکلا. این راه برای تاجیکستان شاهراه وحدت و دوستی مردمی بدخشان و ختلان و تمام ساکنان تاجیکستان بوده و پیشرفتی با سرعت اقتصادیات مملکت مساعدت خواهد کرد. آوازه پنداشتن، آوازه های خوف را آواز کردن مشکل است. نقشه نمانده سرپر آسان گذر شد کجا، رسول شد صد خون جگر، ره ساز کردن مشکل است. تا بر بدخشان میرسید، هر لب همه. وای، اینجا رو چقدر قشنگ زاویه سازی کرده و داره فیلم برداری رو نشون میده. از قبلش از مسیرهای سخت و عجیب و غریبی که داشته و این عزم و اراده قوی برای این کشیدن این جاده که هر دو تصویر رو قبل و بعد کنار هم قرار داده کارگردان. خیلی جالبه، همراه با شعر. بدخشان میرسید، هر لب همه جان میرسید، یک جان بسد جسمی دیگر، کنساز کردن مشکل است. ره کشای تاجیکان مشهور گشته در جهان، بر آسمان آرزو پرواز کردن مشکل است.
عجب آهنگی، عجب ویدیو کلیپ به موقع و دقیقی و چقدر قشنگ توصیف میکنه این عشق به میهن پیشوای ملت رو جناب در واقع امام علی رحمان که فوق العاده است. یعنی هر چیزی که در بستر جامعه داره شکل میگیره، دیدیم که از ایام جوونیشون ایشون دل در حلقه در واقع وطن داشته، عشق به میهن و همینجوری که گفتن بیرق تاجیک‌ها رو واقعا داره بالا میبره و بالاتر و همه تلاشش رو داره میکنه برای آبادانی، زیباتر شدن. و با این آهنگ گلی بود، اصلا گلی بود که شکفت. چقدر زیبا خواندن دوست عزیزمون، اسمش رو اشتباه نگم، جناب جاوید نازیموف، که بسیار خوش صدا، حماسی، با یک ملودی خوب، ویدیو کلیپ خوب و خیلی خوشحالیم این آبادی و آبادانی رو داریم میبینیم و لذت میبریم. انشالله یه روزی بتونیم به تاجیکستان زیبا سفر کنیم و دوره هم بسیار لذت ببریم، عشق کنیم، حال کنیم و خلاصه که ایام خوبی داشته باشیم. خوشحال شدیم و بسیار لذت بردیم از این آهنگ. شما هم نظراتتون رو برای ما توی کامنت بنویسید و خیلی زود برمیگردیم خدمت. خدا نگهدار.